جغرافیدان‌ها برای تعیین حدود یک ناحیه یک یا چند معیار رو به کار میگیرن. یه معیار یا دو یا چند معیار رو به کار میگیرن. مثلا توی نقشه شما میتونید نواحی بارشی ایران رو ببینید. آنها با توجه به این معیارها حدود یا مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم میکنن و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش میدن. مثلا میگن اینجا ناحیه مثلا کم بارش داخلیه، اینجا ناحیه زاگرسه. ببینید با خطوط مشخص که اینجا منطقه خزری هست، آب و هوای بارش پربارش خزری هست، اینجا خراسان شمال، اینجا کردستان، با خطوطی مشخص میکنه. ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است. میتونه به صورت صحیح و غلط، به صورت جا خالی هم بیاد. پس ناحیه بندی کاریه که جغرافیدان ها انجام میدن. حالا بر چه اساس این ناحیه بندی انجام میشه؟ بر اساس طرز تفکر یک جغرافیدان، اینکه اون چجور فکر میکنه و شیوه کارش به چه صورتی هست. پس بر این دو اساس جغرافیدان کار ناحیه بندی رو انجام میده. انتخاب معیارها و ملاک‌ها برای تعیین حدود یک ناحیه به چی بستگی داره؟ به هدف مطالعه و تحقیق جغرافیدان. یعنی داره چه مطالعه انجام میده که الان این ناحیه بندی رو انجام میده. مثلا شما توی نقشه نگاه کنید، اینجا جغرافیدان داره نواحی بارشی رو مشخص میکنه. خب پس بر همون اساس هم کار کرده و ناحیه بندی رو انجام داده. تحقیقش و هدف مطالعهش بستگی داشته به این، حالا مثلا شرایط آب و هوایی این منطقه، بارش این منطقه. حالا میگه معیارهایی که جغرافیدان انتخاب میکنه ممکنه عوامل طبیعی باشن اون معیارها، مثل همین آب و هوا و بارش که اینجا گفتیم، یا عوامل انسانی. پس معیارها دو دسته میشن: معیارهای طبیعی، معیارهای انسانی. خب حالا قسمت اولش الف میاد، معیارهای مربوط به عوامل طبیعی رو میگه. 3 مثال برای این معیارهای طبیعی ذکر کرده. حالا معیارهای طبیعی مثل چی؟ معیارهای طبیعی مثلا مثل ناهمواری ها، ارتفاعات، دست بلندی ها، آب و هوا، پوشش گیاهی، جنس خاک و امثال اینها. اینا از معیارهای طبیعی ناحیه بندیه. پس اگر خواستید برای معیارهای طبیعی مثال بزنید، این موارد میشه معیارهای طبیعی. خب اینجا توی این مثال نقشه 1 اومده نواحی بارشی رو نشون داده. ببینید بچه‌ها، الان اینجا معیارش که نواحی بارشی هست مربوط به آب و هوا، یعنی یک در واقع معیار طبیعیه. ما از این نقشه نمیایم سوال از داخل نقشه بدیم که مثلا بگیم که کشور ایران به چند ناحیه بارشی تقسیم میشه، کجا بارش بیشتره، کجا کمتره، اینجا کدوم ناحیه است. این جور سوال ها از این نقشه های کتاب داده نمیشه. این فقط مثاله برای اینکه شما ببینید الان اینجا ما یک ناحیه بندی داریم، 6 ناحیه بارشی تو کشورمون داریم. معیارمون چیه؟ معیارمون میزان بارشه که یک معیار چیه؟ طبیعیه، چون مربوط به آب و هواه. ولی دیگه نمیایم جزئیات این نقشه رو از شما بخوایم، این جدول اینا هیچ کدوم سوال از خود اینها نمیاد. مثال دیگه که معیار ناحیه بندی باز طبیعی هست، پراکندگی خاک ها در کانادا رو مثال زده. 11 نوع خاک میگه توی این کشور کانادا وجود داره که خب حالا خاک هایی که اینجا مثلا نواحی یخبسته توندرا هست، کرایوزول یا چرنوزیوم، هیچ کدوم اینا بچه سوال ازش نمیاد. نمیگیم اینجا چه خاکی، اینجا چه خاکی، یا 2 خاکا رو نام ببرید، نه، حتی چند تا خاکه، نه. فقط اینجا میخواد توی نقشه به ما بگه که این ناحیه بندی بر اساس یک معیار طبیعی صورت گرفته و اون جنس خاک بوده در کشور کانادا. زیست بوم ها یا همون بیوم ها هم میتونن ناحیه بندی طبیعی به حساب بیان. حالا تعریف زیست بوم ها رو هم میگه زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هر یک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز میشن. مثلا زیست بوم قطب متفاوت با زیست بوم استوا، متفاوت مثلا با زیست بوم تایگا، اینا همه با هم متفاوتن. خب این هم یک معیار رو در واقع طبقه بندی طبیعی هست. و 2 منطقه رو اینجا انتخاب کرده، یکی جنگل‌های تایگا و یکی هم جنگل‌های بارانی منطقه استوایی.
حالا گفته شما بر اساس اون معلوماتی که از سال نهم دارید میتونید بگید اینا با هم دیگه چه تفاوتی دارن. خب تفاوتشون مشخصه دیگه. تایگا سوزنی برگ هستن اما استوایی ها پهن برگن. میزان بارش هم توی این نواحی حالا استوایی زیاده، پس جنس اینا تفاوت دارن نظر برگ هاشون، شکلشون و اینها. یه مقدار خب تایگا تو مناطق سرده ولی جنگل های استوایی تو منطقه گرمسیری هستن. حالا مراجعه کنید به سال نهم و اطلاعات بیشتری هم میتونید اونجا به دست بیارید. اما میریم سراغ معیارهایی که مربوط به عوامل انسانی هستن. عوامل انسانی مثل جمعیت، مثل اقوام یا همون قومیت ها، اقوام جمع قومیت، دین، زبان، فرهنگ، نوع فعالیت های اقتصادی، اینا همه میشن معیارهای انسانی. برای این موارد هم مثال زده. مثلا کشور افغانستان رو مثال زده به عنوان یک کشوری که اقوام مختلفی درش ساکنن. البته کشور خود ما هم همینطوره که حالا این خودش میتونه خیلی هم مسئله ساز باشه. الان در کشور افغانستان که اخیراً حتما شنیدید تحولاتی که صورت گرفته، خب اقوام مختلفی در افغانستان زندگی میکنن. پشتون‌ها حدوداً 42%، یعنی نسبت به تک تک اقوام دیگه جمعیتشون بیشتره. ولی اگر بخوایم 100% جمعیت رو در نظر بگیریم که 42% اینا بشن، خب 58% جمعیت اقوام دیگه هستن. ولی با این حال همیشه اینها به خاطر حمایت‌هایی که ازشون شده و اخیراً هم پاکستان خیلی حمایت میکنه، اینها که قوم پشتون هستن بیشترین الان نفوذ رو دارن و قبلا هم داشتن. این حکومتایی که تو افغانستان بوده اکثرا از این قوم بوده و الان هم که طالبان همین پشتونا هستن و در صدد خلاصه زیر سلطه بردن کل افغانستان و متاسفانه با حمایت کشورهای دیگه هم موفق شدن. و که حالا تاجیک ها هستن توی افغانستان، ازبک ها هستن، قوم هزاره هست که هزارها شیعه هستن و به هر حال این قومیت ها میتونه باعث ناحیه بندی بشه چون هر کدومشون در یک قسمت از افغانستان ساکن هستن. مثال بعدی نواحی زبانی از عوامل انسانی. کشور سوئیس رو مثال زده که 4 ناحیه زبانی داره. زبان‌ها با هر کدوم رنگ‌ها متوجه میشید هر کجا مردم به چه زبانی صحبت میکنن. ولی همونطور که گفتم سوال نمیاد که مثلا بگیم اینجا مردم به چه زبانی صحبت میکنن یا زبان‌ها رو نام ببرید. نه، این فقط یه مثال برای شما زده شده. یا کشور هند مثلا بر اساس ادیان مختلفی که درش هست میشه ناحیه بندیش کرد که اینجا اومده بر اساس ادیان مختلف، مثلا جایی که سبزه مسلمان ها هستن، جاهایی که نارنجی هندو. شما الان با نگاه کردن به این نقشه میتونید متوجه بشید که هر کدوم از این در واقع پیروان این ادیان در چه قسمتی از هند زندگی میکنن و اینکه حالا کدوم بیشترن کمترن هم با توجه به این ناحیه بندی مشخص میشه. یا مثلا مثال دیگه نواحی عمده صنعتی در قاره اروپا هست که در قاره اروپا خب اروپا یه قاره صنعتیه دیگه. اینجا مثلا نواحی مختلفش رو مثال زده و پرسیده بیشتر تو کدوم قسمت اروپا هستن. بیشتر تو ناحیه غرب اروپا ما میبینیم این در واقع نواحی صنعتی رو که اونجا متمرکز شدن. جای دیگه هم هست، در شرق اروپا هم هست، ولی غرب از نظر صنعتی پیشرفته تره. من قسمت شرق اروپا خب زیر سلطه روسیه بود، خیلی پیشرفت آنچنانی هم نداشت. بیشتر به دانیمار هم دیگه بخونید چون خب سال امتحان هم ازش نمیاد، ولی برای اطلاعات خودتون خوبه. فعالیت‌های براتون در نظر گرفته شده که توضیحاتش رو براتون دادم روی قسمت اول و ببینید اینها رو انجام بدید. این فعالیت‌هایی که انجام دید هم کمک میکنه درس رو یاد بگیرید و هم اینکه حالا به هر صورت اینها جزء فعالیتاتون حساب میشه که براتون ثبت میشه. مثل سال گذشته ارائه در کلاس داریم که اینا رو بچه‌ها حالا ممکنه به خاطر شرایط کرونا نتونید این کار رو به صورت میدانی انجام بدید، ولی میتونید تحقیق اینترنتی داشته باشید و این فعالیت‌ها رو انجام بدید. بعد به صورت گروهی که گروه بندی شدید هر کدومتون یکی از این ارائه در کلاس ها رو بردارید و فعالیتش رو انجام بدید.